زنان معترض در پیوند به روبو داشتن عبدالرؤوف 9 ساله درب مقام ولایت بلخ را بستند. این معترضان به ناتوانی مسئولان در رهایی کودک روبو داشته 9 ساله در ولایت بلخ دست به اعتراض داده و خواهان رهایی هرچه زودتر این کودک شدند. این کودک حدود 47 روز قبل از سوی افراد مسلح که گفته شده لباس نظامی به تن داشتند در ناحیه 4 شهر مزارالشریف از پیش روی مکتبش روبوده شد. شماری از زنان در اعتراض به اختطاف عبدالرؤوف 9 ساله در به مقام ولایت بلخ را بستند و میگویند 47 روز از اختطاف این کودک میگذرد، اما حکومت هیچ سرنخی در اختیار خانواده این کودک قرار نداده است. 45 روز شد گم شدنشه. بچه عبدالرؤوف جان نمی‌جان به چی شد؟ هر چی که باشم امروز پیدا کردن. کتا خیلی قنداقت کتا ولاد اولاد. شلای اولاد یوم. شلای اولادlar نمی‌کنه اولادlar برکشی یارمان کسی قنده ولاده. Biller gidecekler ya ufak aşıp paniydi da mevlatlardır Abdullah'da da mevlatlardır. Bilin izmi soruyorsun. Valide de mevlatlardır. Hem iğne oluyor, atı oluyor evlat. Atasına kadar su döktü. Üstüne ödünün gidip yatıyor çökün üstünde. İnesine kadar bana bu halat şefakandan akıldık. این معترضان میگویند پلیس در این اعتراض از خشونت کار گرفته و بالای آنان آب ریخته و آنان را مورد لط و کوب قرار داده است. آنان هشدار میدهند تا زمانی که عبدالرؤوف 9 ساله از چنگ آدمربایان رها نگردد آنان درب این اداره را باز نخواهند کرد. ما را آمدن دروازه سر ما آی پاش دادن. اتفاقی سر ما را تا در زمستان تار کردن. شده کردن ما خودم تروریست بودیم، ما انتحاری بودیم، ما انفجاری بودیم، ما چی بودیم؟ ما به خاطر اولاد خود اینجا آمده بودیم. به خاطر رهایی عبدالرؤوف اینجا آمده بودیم. آیا اشرف غنی اولاد نداره؟ دکتر عبدالله اولاد نداره؟ فرزند کلان نکردن؟ مادراشان همراسانی اولاد نداره؟ آیا خانماشان فرزند بزرگ نکردن؟ درد پدر مادر احساس نمیکنن؟ به 48 روز است که من خون میخورم خون. آیا اشرف غنی از حال دل من خبر داره؟ یک روز از من پرساز بازخواست کرد؟ پدر عبدالرؤوف 9 ساله دیگر توان سخن گفتن ندارد و از شدت درد دوری پسرش بیهوش شده است. معترضان میگویند 9 روز می شود در مقابل مقام ولایت بلخ خیمه تحصن برپا کرده و بنادر تجارتی کشور را بستند، اما این کارهایشان تا کنون هیچ نتیجه نداده است. متاسفانه ایره به گوش تمام حتی افغانستان، حتی مسئولین دولت افغانستان، رئیس جمهور، پارلمان، به تمام مسئولین امنیتی ما خبر دادیم، تا هنوز هیچ نوع یک اقدامی نکردن. اگر این بار نشد ما حرکت میکنیم که وقتی که سخن ما شنیده نشد در صورت مشکلات خلق میکنیم. خارها بوده باشه، قید کردن دفاتر بوده باشه یا سرک بوده باشه، ولی در این کارا نرسه. زودتر باید برای ما سخن گفته شود که قناعت بخش بوده باشد. خواستیم نظر مسئولان محلی بلخ را در پیوند بر رهایی عبدالرؤوف 9 ساله داشته باشیم، اما آنان در پیوند بر رهایی این کودک بر رسانه‌ها چیزی نمیگویند. اما گلرحمان همدرد نماینده مردم ولایت بلخ در مجلس نمایندگان افغانستان از اقدامات مقام‌های محلی بلخ برای رهایی این کودک انتقاد کرده و خواهان تلاش‌های بیشتر و جدی‌تر شده است. با گفته آقای همدرد عدم پاسخگویی مسئولان محلی بلخ به مردم و گماشته شدن آمران حوزه از سوی سیاسیون باعث افزایش ناامنی در شمال کشور شده است. همه کسایی که مقرر شدن با اساس واسطه مقرر شدن یا رشوه دادن یا یک جریان سیاسی از او حمایت کردن، پس اونها نمیتونن که به مسئولیت خود درست رسیدگی بکنن. و شما هم در جریان هستین که چند روز به این سو قومای ترکمن به در مقام ولایت خیمه زدن، اعتراض کردن، ولی جای تاسفی است که تا هنوز قناعتی از اونها حاصل نشدن. اونها احساس میکنن که اداره محلی با اینها همسویی ندارن. قابل ذکر است سازمان حرکت ملی ترکمن‌های افغانستان
از افزایش آدمربایی در میان این قوم شاکیان و میگویند تنها در 1.5 سال گذشته 17 تن از این افراد اختطاف شده و سرانجام مجبور به اعتراضات گسترده شدند.